هلو، چطورین بچه ها؟ بچه ها ما بالاخره لپتاپ خریدیم. تحویلش بگیرم با من بیام. سعی کردم که خوب باشه. چقدر شروعیت اینجا. بریم خونه هم واکس کنیم. نمیدونم صدا مثلا میفته یا نه، ولی قطعا جوشای خوشگلم میفته. یادا برم تا خونه ولی فکر کنم نشه چون خیلی سنگینه. احتمالا اسنپ بگیرم. وایسم اینجا اسنپ بگیرم. شما لپتاپ داشتیم خب ولی خراب شد. آب رفت توش. لپتاپ خیلی خوبی هم داشتیم. لپتاپ اچ پی داشتیم. حالا باز شود دیده شود. کتابای من. این کتاب اسپیکینگ میاد خیلی خوبه. اینم که اولشو داشت. ما لپتاپ دیگه گرفتیم ایسوسه. بین لنوو و ایسوس مونده بودیم. دیگه تصمیم گرفتیم که ایسوس بگیریم. به نام نامی یزدان. شارژرش خودش وی بچه بچه خوشگل امید. این از لپتاپ ما خیلی خوشحالم امید. بسیار هم زیبا. اون چیزشه ها، اون الان روشن میشه؟ روشن شدنش احتمال خیلی زیاد. بچه مدلش که 1504 کور i7. اطلاعات دیگه اگه ازش خواستین ازم بپرسین. از امید میپرسم بهتون میگم چون امید بیشترشو میدونه. خب ما میریم میزنیمش تو شارژ. روشن شد میایم دوباره. دیریرین بچه من این موسرم خریدم. شارژیه. یه کابل داره میزنی به خود لپتاپ شارژ میشه.